با درود خدمت شما دوستان عزیز. در این کلیپ ما قصد داریم تا عصاره‌گیری رو به روش ماسراسیون یا ماسریشن با هم بررسی کنیم. روش ماسریشن روشی است که از گذشته تا الان استفاده می شده و میشه. روشی است که با خیلی وسایل ساده میتونیم مواد مؤثر گیاهمون رو از گیاه استخراج کنیم و به صورت عصاره آبی در بیاریم. برای این روش از یک بخش گیاه در برابر 10 بخش حلال استفاده میکنیم. یعنی به عنوان مثال ما در این ویدیو میخوایم 20 گرم گیاه استفاده کنیم، پس باید 200 میلی لیتر حلال داشته باشیم. حلال های مختلفی برای این روش استفاده میشه. یکی از این حلال ها آب هست که در این صورت ما دمنوش یا جوشونده رو خواهیم داشت. پس دمنوش یا جوشونده یکی از زیر شاخه های عصاره به حساب میان. یکی از حلال های دیگه ای که ما استفاده میکنیم الکل هست یا همون اتانول. وقتی ما از الکل استفاده میکنیم به عصارمون تنتور میگیم. پس تنتور هم یک زیر شاخه دیگه از عصاره هست. یک حلال دیگه گلیسرین هست که میتونیم با درصد که با نسبت معینی از الکل و آب مخلوط کنیم و حلالمون رو بسازیم. در مواقعی میتونیم از گلیکول پروپیلن به عنوان حلال استفاده کنیم و حتی میتونیم از سرکه به عنوان حلال استفاده کنیم. در این ویدیو ما از حلال اتانول 96% با مخلوطی از آب استفاده میکنیم. پس ما الان داریم تنتور میسازیم. برای این بخش ما گیاه نعنا رو در نظر گرفتیم. 20 گرم گیاه نعنا رو که با نام علمی منتا ساتیوا هست استفاده میکنیم. به خاطر مواد مؤثری که در نعنا وجود داره مثل منتول یا منتون که اسانس های فرار هستند یا فلاوونوئید یا ساپونین کاربردهای درمانی مؤثر و متفاوتی داره. یکی از اونها برای سرماخوردگی یا سرفه استفاده میشه، برای باز کردن مجاری بینی و دستگاه تنفسی. یک درمان دیگهش که خیلی رایجه برای دردهای معده و روده استفاده میشه یا رفلاکس معده و به اصطلاح سردی معده که خیلی رایجه. شاید درمان اول باشه برای ما ایرانی ها. شربت نعنا یا عرق نعنا و حتی قرص نعنا رو استفاده میکنیم. در درمان موضعی هم استفاده میشه. میتونه برای بیماری‌های پوستی استفاده بشه مثل آکنه یا اگزما و حتی میتونه به عنوان کرم یا پماد به عنوان تسکین درد برای درمان بیماری‌های مثل آرتروز یا آرتریت روماتوئید استفاده کنیم. خب ما 20 گرم گیاه نعنا داریم در برابر 200 میلی لیتر حلال. حلالمون 100 میلی لیترش اتانول هست، 100 میلی لیترش آب. میتونیم از اتانول 70% هم استفاده کنیم ولی در این صورت نسبتش 100 به 100 نمیشه، تقریبا میشه 130-40 میلی لیتر اتانول 70% در برابر 60-70 میلی لیتر آب. خب برای عصاره‌گیری ما 20 گرم گیاهمون رو درون ظرف شیشه‌ای میریزیم. یه نکته هم خدمتتون بگم که حتما باید از ظرف شیشه‌ای یا حالا استیل استفاده بشه. از ظرف پلاستیکی مطلقا استفاده نکنید چون که با حلال یا مواد مؤثر گیاه واکنش میده و مواد اصلیمون رو خراب میکنه. ما میایم 20 گرم گیاهمون رو درون شیشه میریزیم. و بعد از اون بهش حلال اضافه میکنیم. ما میایم 100 میلی لیتر آب رو با 100 میلی لیتر اتانول 96% مخلوط میکنیم. کمی هم میزنیم و به آرامی به گیاهمون اضافه میکنیم. درشو میبندیم، کمی همش میزنیم تا تمام گیاه
به حلال آغشته بشه و تمام بخش‌های گیاه رو حلال بپوشونه. الان عصاره اولیه‌مون آماده شده. حالا این رو در یک محیط دور از نور خورشید مثل کابینت قرار میدیم و برای 1 تا 3 هفته اون رو نگه میدیم. نکته‌ای که داره، هر روز باید این شیشه رو خارج کنیم و به صورت مداوم هم بزنیم. خیلی موثر این هم زدن، چون که تمام مواد موثر جذب اون حلالمون میشه. حتما روی ظرفتون اتیکت بگذارید، اسم گیاه، تاریخی که این عصاره رو ساختید توش قرار بدید و بچسبونید روی ظرف، چون یادتون میره چه زمانی ساختید و چه روزی باید اون رو بردارید. هر روز از کابینت درش میارید، هم میزنید به مدت 3 هفته و بعد عصاره اصلیمون رو میتونیم استخراج کنیم. من الان گیاه رو، اسم گیاه و تاریخی که استفاده کردم رو اینجا می نویسم. روی ظرف می چسبونم. خب این رو در کابینت قرار میدم. بعد از 3 هفته میتونم عصاره مایع‌ام رو استخراج کنم. خب در این بخش من یک عصاره رو که 3 هفته پیش ساخته بودم رو آوردم، هر روز همه زدم و الان دیگه برای جدا کردن عصاره مایع از گیاه آماده هست. برای این کار از یک قیف استفاده میکنیم و یک کاغذ صافی. میایم کاغذ صافیمون رو درون قیف میگذاریم. اول بهش یک کمی آب میدیم، یه خود خیسش میکنیم این قیف رو که قشنگ بتونه کاغذمون رو بگیره. یک کمی هم کاغذمون رو خیس میکنیم که قشنگ به دیوارهای قیف بچسبه. حالا وقتی که آب خارج شد، ما عصارمون رو با گیاه درون قیف میریزیم. همونجور که میبینید قطره قطره عصاره مایع‌مون داره از کاغذ صافی خارج میشه. ما این کار رو ادامه میدیم تا تمام عصاره آبیمون از گیاه جدا بشه. ممکنه باقیمانده های گیاه سر راه قیف قرار بگیرن. با یه اسپاتول یا یه کاردک میتونید اونو جداش کنید تا راحت تر عصاره مایع خارج بشه. همینجور که میبینید تقریبا بخشای آخر استخراج عصارمون بیشتر گیاه وجود داره تا عصاره آبی، ولی به هر حال سعی کنید تمام باقیمانده گیاه رو درون قیف بریزید تا عصاره هایی که بین این باقیمانده ها هستند به صورت کامل خارج بشن. قیمت عصاره های خالص به همین روشی که ما انجام میدیم هم تقریبا بالاست، چون هیچ ماده افزودنی ما بهش اضافه نکردیم، رقیقش نکردیم. اگر یه زمانی خاصی حتی اینا رو به فروش هم برسونید، در اینترنت هم که سرچ کنید قیمتاشون قیمتهای بالایی هست اگر خالص باشن. برای همین وقت بگذارید، به آرومی کار کنید تا تمام قطره قطره های عصاره آبی از این گیاه استخراج بشن.
وقتی که دیدید این قسمت بالایی قیف پر شد، میتونید این کاغذ صافی رو خارج کنید، دوباره یک کاغذ صافی دیگه بگذاریم و ادامه فرایند رو انجام بدیم تا به صورت کامل بتونیم عصاره رو خارج کنیم. خب عصاره‌مون خارج شده و حالا به این ظرف منتقلش میکنیم. میبینید به خاطر که حالا کاغذ صافی من آخرش تکونی خورد، یک کمی باقی مانده گیاه مونده بود، ولی خوشبختانه وارد این شیشه نشد. حتما روی این ظرف هم اتیکت بگذارید، اسم گیاه رو بنویسید و تاریخی که اون رو ساختید رو حتما لحاظ کنید. عصاره های هیدروالکلی و تنتورها تا 2 سال قابل استفاده هستند. حتما دور از نور خورشید نگهداری بشن. بعد از هر استفاده دربش رو ببندید چون الکل هست و تبخیر میشه. تنتورها و عصاره های الکلی به تنهایی 3 تا 5 میلی لیتر 3 بار در روز بسته به نوع گیاه استفاده میشه. میتونه به اشکال دارویی دیگه هم اضافه بشه، مثل پماد، کرم، شربت و دمنوش.